دست پا هست که خیلی مفصل مهمیه برای ما برای اجراهای ورزشیمون. علیرغم چیزی که همیشه فراموش شده، این مفصل بسیار مفصل مهمی هست، چون تمام انتقال انرژی ما به زمین و جابجایی‌هامون از طریق این مفصل انجام میشه و محدودیت حرکتی توی این مفصل میتونه باعث افت اجرای ما و آسیبایی مثل آسیب نیام کف پایی و آسیب آشیل، در ادامهش آسیب عضله دوقلو بشه که توجه به این مفصل میتونه باعث بشه که اجرای ما تو تمرینات و تو کار قدرتی انفجاری خیلی بهتر بشه. برای اینکه تمرینات موبیلیتی روی مفصل انجام بشه راههای زیادی هست، ولی یک تمرینی که بسیار اثرگذار هست برای این مفصل به این شکل است که ما شست پا و زانومون رو توی خط قرار میدیم به حالت استارت دو و میدانی. به این حالت جوری که سینه پا از زمین جدا نشه ما سعی میکنیم زانو رو آروم به زمین نزدیک کنیم و برمیگردیم. الان فوکوس و دقت ما روی تحرک پذیری مفصل شستمون هست. سعی کنیم پنجه پا رو کامل باز نگه داریم و آروم زانو رو به زمین نزدیک کنیم و برگردیم. حرکت زانو به سمت زمین رو تا جای ادامه بدیم که اولین مفصل شست پاتون از زمین جدا نشه. اگر محدودیتی تو اجرای اون دارین و یا دردی در کف پا و یا آشیلتون حس میکنین، تمرین رو تا جای ادامه بدین که وارد فاز درد نشین. قبل از درد مثلا توی این نقطه درد دارین برگردین به حالت اول، دوباره ادامهش بدین تا جایی که درد کم کم برطرف بشه و سعی کنین دامنه حرکت رو به صورت کامل انجامش بدین. این تمرین رو 2 یا 3